د علي سره د پښتو ژبه زده کړې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په چینل آموزش زبان پشتو با علی خوش آمدید. 25 سوال از سطح ابتدایی زبان پشتو. زمان پاسخگویی به هر سوال 10 ثانیه. اگر بیشتر از 15 سوال را پاسخ صحیح دادید شما کامیاب هستید. نام این حیوانات در زبان پشتو چیست؟ میگه، سپه، یگ. سپه، پیشو، کپیر، کب. پیشو، خوگ، پیل، آس. آس. کانگورو، بامبیرکی، ملخ. بامبیرکی، هوسی، اوبو آس، کونگ. هوسی. زبان پشتو چند حرف خاص دارد؟ 8 حرف، 9 حرف، 10 حرف. هشت حرف. کدام یک از حروف خاص زبان پشتو نیست؟ خین، ز، اوگدیا. اوگدیا. کدام یک از حروف زیر دو تلفظ دارد؟ ز، نور، ژ. ژ. کدام یک از انواع یا برای اسم خانم ها استفاده می گردد؟ یای تأنیث، سرگنده یا اوگده یا. یای تأنیث. کدام گزینه عدد داخل چوکات را بیان می کند؟ 2، 4، 5. پنځه، شپږ، اووه، لس. اووه، پنځلس، اووهلس، څوارلس. پنځلس. کدام گزینه به معنای صبح بخیر است؟ ورځ مو پخیر، سهار مو پخیر، ښه شپه ولري.
سحر مو بخیر. کدام گزینه به معنای خدا حافظ است؟ پامخه دیخه، ده خدای پامان. هر دو مورد. هر دو مورد. ایله کوم با چه معناست؟ بسیار زیاد. لطفاً. تشکر از شما. لطفاً. با پشتو بگویید بسیار تشکر. ډیره مننه. سمه ده. ما ته تم شه. ډیره مننه. دا دیر ناوخته ده. چه معنا دارد؟ هنوز دیر نشده. دیر شده است. خیلی دیر شده است. خیلی دیر شده است. زه باید ولاړ شم. چه معنا دارد؟ من باید بروم. من باید چرخ دوانی کنم. من باید بیایم. من باید بروم. نام میوه داخل چوکات در زبان پشتو چیست؟ کیوی، نانگه، انځر. انځر. ژیک خټکی، ناک، شوتالو. ژیک خټکی. ګیلاس، مڼه، مندته. مڼه. املوک، خټکی، ناریل. ناریل. کدام لغت به معنای پدرکلان است؟ نیا، نیکا، پلار. نیکا. کدام لغت به معنای شوهر است؟ ناوه، خسر، میړه. میړه. کدام لغت به معنای دختر خاله است؟ ترور لور، خاله لور. هر دو مورد. هر دو مورد.
خب دوستان عزیز، آزمون به پایان رسید. در بخش کامنت بنویسید که چه تعداد از سوالات را پاسخ صحیح داده اید. د خپلو لایکونه او نظرونه سره زموږ ملاتړ وکړئ او د نوې درسونو لپاره انتظار وکړئ او موږ ته خپل هغه ملګري معرفی کړئ چې د پښتو ژبه سره علاقه لري. اما فراموش نکنین که ما را حمایت کنین و همچنان چینل ما را سابسکرایب داشته باشین و ویدیوها را لایک کنین و ما را به دوستانتان معرفی کنین. تا ویدیوهای بعدی و درس‌های آینده شما را به الله پاک میسپارم. در خدای پامان.